سلام و درود مجدد بر شما. به درس هفتم خوش آمدید. برای اینکه بهترین نتیجه رو بگیرید لطفاً درس‌ها رو از قسمت پلیلیست به ترتیب نگاه کنید. برای بهتر شدن ویدیوها لطفاً لایک رو بزن و یه قلب کامنت کن تا ما هم انرژی بگیریم برای ادامه ویدیوها. خیلی ممنون. خب بچه‌ها دیگه کم کم وقت شده که ما جمله سازی رو یاد بگیریم و شروع بکنیم به سوال و جواب و یاد گرفتن اینکه چطور سر صحبت رو باز بکنیم. خب ما فکر کنیم که توی کلاس نشستیم و میخوایم از همکلاسیمون بپرسیم که خانواده داری تو؟ میگیم هست تو این فامیلیه دوستانه اگه بخوایم بپرسیم، یا مثلا اگر بخوایم از معلممون بپرسیم یا مثلا از کسی که مثلا بزرگتر هست بپرسیم، اینو باید محترمانه بپرسیم. اگر مثلا بخوایم از معلم بپرسیم یا از کسی که از ما بزرگتر است یا نمیشناسیم میگیم haben Sie eine Familie، مثلا به طور رسمی ازش میپرسیم. و اینکه اگر میخوایم بپرسیم که خواهر برادری داریم صحبت میکنیم دیگه، میگیم hast du Geschwister، hast du Geschwister. اگر همینو بخوایم رسمی بپرسیم میگیم haben Sie Geschwister، یعنی شما خواهر و برادری دارید. خب میخوایم صحبت رو بیشتر ادامه بدیم، میپرسیم wie viele Geschwister hast du، ازش سوال میپرسیم که چند تا خواهر برادر داری. میخوایم بیشتر صحبت کنیم، سر صحبت رو بیشتر باهاش باز کنیم. و این که بچه این وی فیله که اینجا من علامت روش گذاشتم وی فیله، شما میتونید که در مورد خیلی چیزا بپرسید، که مثلا اگه بخواید بپرسید چند تا داری میتونید بگی وی فیله. کیلو است دست، مثلا اگه بخوایم بپرسیم این چقدر وزنش هست مثلا میگیم وی فیل کیلو است دست، چند کیلو هست مثلا. با این مثلا وی فیل خیلی چیزا رو مثلا میتونیم بپرسیم، چقدر مثلا چند روز اینجایی، وی فیل تاگ مثلا بیستوهیه، وی فیل یاغ بیستوهیه، مثلا چند سال اینجایی، چند روز اینجایی. خب فرض میکنیم از طرف پرسیدیم، اون جواب میده یا ich habe eine Familie، بله من یه خانواده دارم، یا ich habe eine Familie، من خانواده دارم. یا میگه nein، نه ich habe keine Familie hier، مثلا میگه که من اینجا خانواده ندارم. ich habe keine Familie hier، من اینجا مثلا در کشوری که مثلا هست در حال حاضر خانواده ندارم، خانواده من مثلا نیست اینجا، keine Familie. خب صحبت رو ادامه میده، میگه ich habe eine Schwester، میگه من یه خواهر دارم. ich habe eine Schwester. بعد میگه که ich habe zwei Brüder، یعنی چی؟ یعنی 2 تا برادر دارم. zwei میشد دو، اینو قبلا کار کردیم بچه‌ها. Brüder، zwei Brüder یعنی 2 تا برادر دارم، من 2 تا برادر دارم. eine Schwester، یه خواهر دارم. خب میگه mein Vater heißt، یعنی اسم پدر من هست یا پدر من نامیده میشه. حالا اینجا هرچی که هست، مثلا هرچی که هست اسم پدرتون، مثلا میگه mein Vater heißt، پدر من هست، یا meine Mutter heißt، اسم مادر من هست، یا هر کسی رو که میخوای بگی، مثلا خواهرم meine Schwester heißt یا meine Bruder heißt فلانی، مثلا اسمش اینه، پدر من اسمش اینه mein Vater heißt، بعداً اسم پدرتو میگی. یعنی اینو شما اینجا یاد میگیری، یعنی همینو بدونی که بخوای بگی که مثلا اسمی که از اعضای فامیلتو بگی، میگی مثلا mein Bruder heißt، یعنی اسم برادر من اینه، یا هر کدوم خواهرم، برادرم، مادرم اسمش اینه، همین جمله رو میگی meine Bruder heißt، meine Vater heißt، meine Schwester heißt، meine Mutter heißt، نامش رو بعدش میگی و تمام، اونو معرفی کردی. خب اینجا یه مکالمه کوتاه داریم بچه‌ها که 2 تا شخصیت داریم آ ب. مثلا آ میپرسه hast du Geschwister، خواهر و برادر داری؟ مثلا شخصیت ب جواب میده یا ich habe eine Bruder، من یک برادر دارم. ich habe eine Bruder، من یک برادر دارم. بعد اون میپرسه که wie alt ist er، wie alt ist er، چند ساله هست او؟ بعد جواب میده er ist 20 Jahre alt، اون 20 ساله هست. بعد میپرسه wo wohnt er، wo wohnt er، کجا زندگی میکنه؟ بعد میگه er wohnt in Berlin، er wohnt in Berlin، او در برلین زندگی میکنه. یا مثلا er wohnt in Deutschland، او در آلمان زندگی میکنه.
یه چیز دیگه ای رو که بچه‌ها براتون بگم اینه که شما نباید زیاد سخت بگیرید. لهجه فرق میکنه. همونجوری که ما توی زبان فارسی داریم از ایران تا افغانستان، مثلا تو خود ایران مثلا چند تا لهجه داریم، تو خود افغانستان مثلا چندین رقم لهجه داریم که یه چیزی رو شاید مثلا یه لهجه دیگه میگه شاید اصلا متوجه نشیم. ولی اصل زبان آلمانی هم همین جوریه. مثلا تو اتریش، تو سوئیس، تو مثلا شرق یا غرب آلمان فرق میکنه. بعضی جاها مثلا شاید این بروده تیره تر بگن، بعضی جاها بگن بروده. یعنی نباید سخت بگیرید که اگر مثلا یه جایی یکم مثلا لهجه رو چیز دیگه شنیدید بگید که من شاید اشتباه یاد گرفتم یا اشتباه دارم صحبت میکنم. نه، این باز همون بستگی به لهجه داره و شما باید صحبت خودتون رو بکنید. لهجه ها فرق میکنه. خب در این درس بچه یه نکته گرامری هم یاد بگیریم. اگر اسم مذکر باشد و مفعول باشد میشه einen. اگر اسم مؤنث باشد یعنی خانمگونه یا زنگونه باشد مفعول باشد میشه eine. مثال داریم، مثلا برودر میشه einen برودر، شوستر میشه eine شوستر. خب بچه ها اینو همینجوری یاد بگیریم که اگر مؤنث بود میشه eine، اگر مذکر بود میشه einen. اگر من بخوام این بحث اینو بخوام برم گرامر الان باز کنم، چون ما تو سطح آسوای هستیم، برای شما این یه قولی میشه که دیگه سخت میشه زبان. ولی من میخوام کم کم توی هر درسی یکم از گرامرم همینجوری به شما بگم که شما یاد بگیرید در طول این دوره و در طول این آموزشات. چرا؟ چون اگر قرار باشه که من همین الان برم بحث اکوزاتیو و داتیو و نومیناتیو و اینا رو باز بکنم توی این درس‌های سطح آسوای، این برای شما دیگه خیلی سخت میشه. شما باید از یاد گرفتن و از صحبت کردن و جمله سازی لذت ببرید، نه اینکه با گرامر خودتون رو گنس بکنید. اگر حتی شما به خود یه آلمانی هم بگی الان مثلا این جمله مثلا اکوزاتیو بود یا مثلا گرامرش چی بود شاید متوجه نشه و من اینو امتحان کردم قبلا. ولی همینو میگم که یاد بگیرید، صحبت بکنید، این جمله ها رو سعی کنید سر همدیگه بنویسید، با همدیگه از هر کدومی که یاد میگیرید یه جمله بسازید و گرامر رو به مرور زمان کم کم توی درس ها میگم و همه رو کم کم همینجوری متوجه میشید. خب لغات این درس رو یه بار دیگه با هم تکرار میکنیم بچه ها. دی فامیلیه خانواده، دی فامیلیه خانواده، گشوستر خواهر و برادر، گشوستر خواهر و برادر، هیر اینجا، هیر اینجا، فاتر پدر، فاتر پدر، موتر مادر، موتر مادر. خب اینجا ما میخوایم بگیم که من هر روز آلمانی یاد میگیرم. چطور میگیم؟ Ich lerne jeden Tag Deutsch. Ich lerne یعنی من آموزش میبینم. jeden Tag هر روز. Deutsch میشه آلمانی. Ich lerne jeden Tag Deutsch. من هر روز آلمانی یاد میگیرم. یا مثلا بخوایم بگیم من یکم آلمانی صحبت میکنم، میگیم ich spreche ein bisschen Deutsch. ich spreche یعنی من صحبت میکنم ein bisschen یکم Deutsch. یه مقدار کمی آلمانی صحبت میکنم. معمولا کسایی که مثلا تازه میان تو آلمان میرن توی دفتری فروشگاهی چیزی میگن که ازش میپرسن که sprichst du Deutsch؟ آلمانی صحبت میکنی؟ میگه ein bisschen spreche ein bisschen Deutsch. من یکم آلمانی صحبت میکنم. معمولا خب آلمان ها مثلا اگر شما یکم هم صحبت بکنید تعریف میکنن، میگن خوبه، آلمانیت خوبه، داری خوب صحبت میکنی. تشویق میکنن همیشه که شما بتونید که زبان آلمانی رو یاد بگیرید و صحبت بکنید. و هیچ کسی بچه اینو بخوام بگم که تکمیل نمیشه، یعنی نباید منتظر باشین که همه چی رو تکمیل بشید، سطحتون بشه 20 بعد شروع کنید به صحبت کردن. یعنی تو هر سطحی که هستید باید همون اندازه‌ای که بلد هستید رو صحبت کنید. ممنون که تا پایان ویدیو بودید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کامنت نظرتون رو بنویسید. خیلی ممنون. تا ویدیو بعدی، بدرود.